چند روز پیش تو یوتیوب بی هدف داشتم میچرخیدم که یه دفعه چشمم خورد به یه ویدیو. اولین ویدیوی من 100,000 بازدید، کامنت ها پر از تحسین، پر از حمایت. با خودم گفتم مگه اون چی داره که من ندارم؟ منم دست به کار شدم، ویدیو ساختم، دل گذاشتم، وقت گذاشتم، ولی اون چیزی نشد که باید میشد. سوال اینجاست چرا نشد؟ بازدید کم، حمایت تقریبا صفر، یه حس تلخ نشست ته دلم. با خودم گفتم شاید به درد این کار نمیخورم، بهتره ول کنم. شایدم حق با مخاطباست، ویدیوم اسکیه، یا شایدم چون پسرم کسی جدی نمیگیره، شاید اگه دختر بودم اوضاع فرق میکرد. ولی اینکه چرا بازدید نگرفت و یه جورایی میدونستم. اینکه ویدیوم اسکیه و من یه ویدیوی اسکی ساختم واقعا برای خودم متاسفم. اما خب ویدیوی قبلیم شکست خورد. نمیدونم تا حالا این حسو داشتی یا نه که انگار کسی بهت اهمیت نمیده. میدونی یوتیوب سخته، خیلی سخته. تو فقط یه عدد کوچیک به اسم بازدید میبینی، ولی پشت اون عدد ساعت‌ها تلاش، فکر و دل شکسته است. شاید الگوریتم یوتیوب مقصر نباشه، من باید یاد بگیرم بهتر قصه بگم، یا شاید فقط زمانش نرسیده. حتی آخرش کلی حس گذاشتم که اشک بیننده در بیاد، ولی ظاهرا الگوریتم گفت نه امشب نمیخوامش. اما گفتم این دفعه ویدیو از خودم بسازم ببینم بازدید میگیره یا نه.